درود خدمت شما همه دوستان همراهان گرامی. آرش هستم و اینجا کانال ارز دیجیتال. امروز هم در خدمت شما هستیم با آپدیت تحلیلی از شیبا اینو و بیبی دوج کوین. میخوایم با هم بررسی کنیم در چارت و همچنین کوین مارکت کپ. تا انتهای ویدیو همراه من باشید، لایک و کامنت هم یادتون نره. خب شیبا اینو در حال حاضر قیمتش 4 تا 1044، مارکت کپش 6 میلیارد دلاره و حجم معاملاتش 389 میلیون دلاره که 8% نسبت به دیروز ریزش داشته. اما در چارت شیبا اینو با توجه به تحلیلی که دیروز خدمتتون انجام دادیم، دقیقاً برخورد به نایه‌ای که مد نظرمون بود، نایه 8 تا 010 من مد نظرم بود، ولی حالا اومده روی نایه 5 تا 996 که حالا اختلاف خاصی با هم نداره، اینجا رو تاچ کرد و بعد از اون یک واکنش مثبت دید و به سمت بالا حرکت کرد. در کل اگر بخوایم بررسی کنیم و بگیم که اوضاع در شیبا اینو چطوره، اگر بخوایم از دید تکنیکالی ببینیم و با توجه به کانالی که توش قرار داره، باید این بار منتظر واکنش از سقف باشیم و منتظر رخ دادن نایه 4 تا 1170 باشیم یا حتی بالاتر 1176. ولی در بین این راهی که داره میره، نایه 4 تا 1136 یک مقاومت محلی سرراشه که میتونه باز هم باعث سرکوبش بشه. چون در این کانال نگاه کنید، اول به نایه مقاومتی برخورد کرده، خط روند داینامیکی ما، دوباره اومده پایین به خط روند حمایتی داینامیکی ما برخورد کرده، دوباره سقف خورده و دوباره به کف. این یعنی دقیقاً داره از الگوی خودش پیروی میکنه و این بار طبق تکنیکال باید منتظر رخ دادن نایه 4 تا 1138 باشیم. در این صورت ما باید منتظر واکنش باشیم که احتمال داره بعد برخورد به این نایه دوباره ریجکت بشه و به سمت پایین هدایت بشه. ولی در کل با توجه به محدوده‌ای که قرار داره و دیروز هم گفتم که اینجا یک نایه بسیار مهمیه که شیبا روش قرار داره و هر گونه حرکتی روی این باعث میشه که احتمالاً ما افزایش یا کاهش شدید قیمتی رو در شیبا اینو داشته باشیم. فعلا روی خط روندی که قبلا براتون کشیده بودم قرار داره، ولی این خط روند دیروز شکسته شد و به خط روند داینامیکی ما برخورد کرد و بعد از اون یک افزایش قیمت رو دید. در کل باید منتظر این باشیم که امروز بعد باز شدن بازار مالی چه اتفاق میفته و واکنش ها چطوره. امروز نوسانات احتمال زیاد توی بازار باشه، حواستون باشه. اگر معامله باز میکنید حتما حد ضرر خودتون رعایت کنید و منتظر باشید که بازار امروز پرنوسانه. خب در اندیکاتور RSI هم که اینجا مشاهده میکنید، دقیقاً ما روی تایم فریم 4 ساعته میبینیم مشهود اینجا که خط روند ریزشی ما بالای خط روند افزایشی قرار داره و این نشون دهنده کاهشی بودن و نزولی بودن قیمته که در تایم فریم 4 ساعته و روزانه اعتبار این خطا خیلی زیاده و میتونیم بهش اعتماد کنیم. بریم ما هم تو تایم فریم 1 ساعته به شیبا اینو هم بررسی کنیم. در تایم فریم 1 ساعته دقیقاً اینجا به ما داره نشون میده این خط چقدر خط مهمیه و یک حمایت خوب رو اینجا ما میتونیم از شیبا اینو ببینیم و بعد هر بار برخورد یک واکنش مثبت دیده و الان هم باید منتظر باشیم که بیاد به سمت بالا و اول نایه که تاچ بکنه نایه 4 تا 1069 در تایم فریم 1 ساعته و بعد از اون نایه 4 تا 1091. اما در بیبی دوج کوین اگه بخوایم بررسی کنیم و اوضاع رو بسنجیم، باید اینطور عنوان کنیم که قبل از اینکه شروع کنیم بریم سراغ کوین مارکت کپ. در حال حاضر 8 تا 1193 بدون تغییر نسبت به دیروز، مارکت کپ 177 میلیون دلار و بازم ریزشی نداره. حجم 24 ساعتش هم نزدیک به 2 میلیون دلار که نسبت به هفته اخیر باز هم ریزشی بوده و در حال حاضر زیاد نمیشه روی بیبی دوج کوین مانور داد. اما دیشب توی اکانت توییتری بیبی دوج بورن یک خبری منتشر شد که حالا گفته احتمالاً به زودی یک خبر بسیار مهمی برای بیبی دوج بیاد و ما منتظریم حالا تیم بیبی دوج کوین خبر اعلام کنه. معلوم نیست چیه. خیلی از دوستان گمان زنی‌هایی کرده بودن که احتمالاً بیاد توی تاپ 10 ها لیست بشه و خیلی گمان زنی‌ها گفته بودن، یه سری گفته بودن یک توکن سوزی بزرگ، ولی فعلا معلوم نیست و هیچ خبری ازش نیومده. در کل دیروزم گفتم که هر لحظه داره فشردگی در چارت بیبی دوج کوین بیشتر میشه و سقف کف‌های مثلث خودش رو تاچ داره میکنه. دقیقاً اینجا تاچ شده و ما میتونیم انتظار تاچ شدن نایه 801221 را هم
از بیبی دوج کوین داشته باشیم، ولی در کل باید منتظر شکست این نایه باشیم و ببینیم به کدوم طرف برخورد خواهد کرد. ولی احتمال داره که بعد شکستن این مثلث ما افزایش قیمت رو تا حداقل 8 تا 0.1251 در تایم فریم 4 ساعته از بیبی دوج کوین داشته باشیم. همونطور که میدونید حجم معاملاتی در 24 ساعت اخیر اونقدر پایینه که اندیکاتور RSI پشتیبانی نمیکنه و مقداری به ما نشون نمیده که ما حتی از اندیکاتور RSI ببینیم اوضاعش چطوره. ولی در کل با توجه به اوضاعی که داره احتمال یک افزایش قیمت رو در بیبی دوج کوین میدم به زودی و حالا اگر یک خبری هم اعلام بشه و یک فاند مثبتی هم بیاد میتونه این افزایش قیمت رو بیشتر و بیشتر کنه. پس حواستون به چارت بیبی دوج کوین باشه. نمیگم وارد بشی، در حال حاضر باید منتظر بمونید. در صورت شکست شدن این نایه 8 تا 0.1211 ما میتونیم افزایش قیمت رو در بیبی دوج کوین بعد شکست شدن این مثلث داشته باشیم، یعنی بیاد فشردگی ها بیشتر بشه دقیقاً در همین نایه. اگر به سمت بالا بشکنه ما میتونیم اعداد بالاتری تا حتی نایه 8 تا 0.1280 رو تاچ بکنیم. در غیر این صورت میتونیم نایه پایینتر از جمله 8 تا 0.1153 مقصد احتمالیمون برای بیبی دوج کوین باشه. پس حواستون به چارت بیبی دوج کوین باشه. در صورت شکست احتمال افزایش یا کاهش شدید رو هم برای بیبی دوج کوین انتظار دارم. خب به انتهای ویدیو رسیدیم. بچه‌ها کامنتاتون خیلی کمه، از کامنتاتون انرژی میگیریم و دوست دارم که با کامنتاتون باعث بشید ما بیشتر و بیشتر بیایم ویدیوهای بهتری بذاریم تا شما هم از وضعیت بازار مطلع بشید. خب به انتهای ویدیو رسیدیم. لایک و کامنتاتون نره، سابسکرایب کنید ما رو و ما رو به دوستانتون معرفی کنید. تا دیدار دیگه دوستتون دارم. خدا